سلام، صبح همگی بخیر. داریم میریم باشگاه. باشید میخوام باشگاهمون رو امروز کامل بهتون معرفی کنم. بعدش هم میریم یه کافه خیلی باحال. دوستان اونجایی که میبینید باشگاه ماست. از این شیب باید بریم، شیب هم میشه یوکوش. این یوکوش رو باید برسیم زیر این ساختمونه باشگاهمونه. یه مجموعه دوقلوه مرتر پلتفرم که جای خیلی خوبیه، هم برای زندگی، همین که باشگاه یکی از باشگاه خوب استانبوله. البته باشگاه از این بهتر هم داریم، ولی خب چون اینجا مسیرش با من اوکی بود من اینجا رو گرفتم. اینجا ورودی باشگاه ماست. استخر روباز داره که از اینجا مشخصه. حالا میریم داخلش هم میبینیم. استخر روباز به ترکی چی میشه؟ کیا میدونن؟ امروز با ما باشید بریم با هم باشگاه. وارد باشگاه که میشیم، اولین جایی که وارد میشیم soyunma odası هستش. soyunma odası یعنی اتاق رختکن. soyunma odasında soyunalım یعنی تو اتاق رختکن لباسامون رو عوض کنیم. بعد اینکه لباسامون رو عوض کردیم بریم برای یه تمرین حسابی و کلی کلمه ها و اصطلاحات ترکی که توی باشگاه به دردمون میخوره رو یاد بگیریم. بعد از اینکه لباسامون رو عوض کردیم باید گرم کنیم. گرم کردن میشه ısınma. گرم کنیم ısınma yapalım. اگر هم بخوایم با مربی کار کنیم باید بگیم antrenörle çalışalım. مربی میشه آنترنور. دویدن میشه koşmak و تردمیل هم میشه koşu bandı. حالا میخوایم بگیم که روی تردمیل بدویم. koşu bandında koşalım. توی باشگاه همینطور که میدونید یه قسمتی هستش که قسمت کار با وزنه هستش. میشه ağırlık çalışma bölümü. با وزنه کار کنیم. ağırlık çalışalım. بعد تمرین اکثرا میریم برای کمی شنا و آفتاب گرفتن. راستی استاد میشه اصطلاحات ترکی در مورد شنا کردن رو هم بگی؟ و قسمت مورد علاقه من شنا کردن که میشه yüzmek. یکم شنا کنیم. biraz yüzelim. آفتاب گرفتن هم میشه güneşlenmek. یکم آفتاب بگیریم. biraz güneşlenelim. و اما این مارتی بامزه که دریایی به اون بزرگی رو داره اما اومده توی استخر ما شنا کنه. ما بین کار با وزنه و شنا کردن اگه خواستیم استراحت کنیم، استراحت به معنی این که توقف توی انجام یک کاری انجام بدیم، میتونیم از مصدر مولا ورمک استفاده کنیم. مولا ورمک یعنی توقف در انجام کاری. مولا ورلیم استراحت کنیم. باشگاهمون حموم ترکی هم داره. خود حمام میشه بانیو، ولی حمام سنتی میشه هامام. حمام ترکی تورک هامامه. نزدیک باشگاهمون یه کافه اسپرسو لب خیلی بزرگ هست که جای خیلی باحالیه که امروز موسیقی زنده داشتن. موسیقی زنده میشه جانlı موزیک. جانlı موزیک. اینجا یکی از بهترین شعبه های اسپرسو لب تو منطقه معطر استانبول که به صورت کارگاه قهوه هست. استاد کمی در مورد اصطلاحات کافه برامون میگی؟ کافه هم که میشه همون کافه. کافه ده bir şeyler yiyelim. توی کافه یه چیزایی بخوریم. چون هوا خیلی گرم بود نوشیدنی سرد سفارش دادیم. نوشیدنی سرد میشه soğuk içecek. soğuk میشه سرد، içecek هم میشه نوشیدنی. soğuk içecek. نوشیدنی گرم هم میشه sıcak içecek. sıcak içecek. وقتی رفتین کافه خواستین سفارش بدین میتونید بگین sipariş verebilir miyim؟ sipariş verebilir miyim؟ مثلا میخواید بگید که دوتا نوشیدنی سرد میتونم بگیرم. iki tane soğuk içecek alabilir miyim؟ iki tane soğuk içecek alabilir miyim؟ و اما قهوه میشه kahve. بدون شکر شکرسیز. با شکر شکرلی. میخوایم بگیم یه قهوه ترک بدون شکر. اینو شما بگید. یک قهوه ترک بدون شکر. راهنمایی: اول صفت رو میگیم، بعد شماره و بعد اسم. ببینیم کیا میتونن بگن. تو این کافه میتونید به غیر از قهوه، دسر و شیرینی یا حتی غذا و نوشیدنی های خنک و گرم هم سفارش بدید و ساعت ها توی فضای سبزش بشینید و کارهاتون رو با خیال راحت انجام بدین. ما چون ناهار نخورده بودیم یه تیکه از پیتزای ایتالیاییش گرفتیم که خیلی هم خوشمزه بود. لوکیشن و آدرس دقیق اینجا رو توی کپشن براتون میذارم. مرسی که با ما همراه بودید. لطفاً صفحه‌مون رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم روشن کنید.